سلام رفقا، به کانال مستر سبز خوش اومدین. امروز براتون خلاصه یه فیلم رمانتیک و فانتزی آمریکایی به نام کشبک رو توضیح میدم که ترجمه فارسیش میشه بازپرداخت. جا داره هشدار بدم که این ویدیو داستان فیلم رو به صورت کامل نو میده، پس اگه با این موضوع مشکل ندارید راحت لم بدید و از داستان لذت ببرید. خودتون میدونید چرا روی این ویدیو کلیک کردید، پس بریم که داشته باشیم. نقش اصلی این فیلم بن، یه پسر بیبی فیکس 25 ساله که همیشه با بقیه مهربونه. ممکنه فکر کنید که اون میتونه دوست خیلی خوبی باشه، اما قضیه دقیقاً برعکسه. البته بن قاتل زنجیره‌ای نیست، اما این توانایی رو داره که زمان رو متوقف کنه و هر کاری که دلش میخواد انجام بده و مسلماً از این توانایی واسه لخت کردن خانم‌ها و انجام کار مورد علاقش یعنی نقاشی استفاده میکنه. بن چه توی جاده باشه، چه توی سوپرمارکت یا حتی توی سینما، دخترک جذاب و فریز میکنه و نقاشی برهنه‌شون رو میکشه. البته اوضاع همیشه اینطوری نبود. بنم درست مثل همه ما یه پسر معمولی بود، یه دوست دختر مهربون داشت و آینده‌ای روشن. فقط رویای کشیدن نقاشی برهنه خانم‌ها رو تو سرش داشته. در ادامه داستان فیلم 5 هفته قبل برمیگرده، روزی که همه چیز خراب شد. بن با دوست دخترش سوزی بحثش شده. دوست دخترش بهش میگه اون آدم بدبختیه، اونم که دیگه خسته شده بوده باهاش به هم میزنه و این سوزی رو عصبانی تر میکنه. اون وسایل خونه رو به سمت بن پرت میکنه و اینجا بود که واسه اولین بار همه چیز برای بن حرکت آهسته شد. بعد از جداییشون سوزی فوراً میره پی زندگیشو با یکی دیگه دوست میشه. بن اونا رو با هم توی کافه دانشگاه میبینه و دلش میشکنه. پس واسه اینکه حواس خودش رو مشغول کنه میره کلاس نقاشی. از اونجایی که بن از بچگی به کشیدن نقاشی علاقه داشته، بدون زحمت زیاد میتونه نقاشی‌های قشنگی بکشه، تا حدی که حتی معلمش غافلگیر میشه. بن توی کشیدن صورت و بدن آدما حرفه‌ایه. معلمش میگه توی کل کشور کسی رو ندیده که به خوبی بن نقاشی کنه. اما شب که میشه وضعیت بن به هم میریزه. بن هنوز نتونسته دوست دخترش رو فراموش کنه و هر بار چشماشو میبنده سوزی رو میبینه. روزا میگذرن و در نهایت اون دچار بیخوابی میشه، تا حدی که حتی 1 ساعت هم نمیتونه بخوابه. خاطرات دوست دختر سابقش کم کم داره اونو به یه آدم افسرده و روانی تبدیل میکنه. بن که از عذاب کشیدن خسته شده، بالاخره به سوزی زنگ میزنه و ازش میخواد دوباره با هم باشن. ازش عذرخواهی میکنه که اینجوری تو رابطه‌اش گند زده و بهش قول میده دیگه این کارو نکنه. اما با اینکه بن کلی خودش رو کوچیک میکنه، سوزی قبول نمیکنه و گوشی رو روش قطع میکنه. این اتفاق باعث میشه که بن عمیق‌تر تو افسردگی بفته. چند روز آینده بن سعی میکنه هر جوری میشه وقتشو بگذرونه. کتاب میخونه، فیلم میبینه و حتی تنهایی به مسافرت میره، اما بازم شب که میشه بیخوابی میاد سراغش و باعث میشه نتونه روی هیچ چیز دیگه‌ای تمرکز کنه. برای همین شب بلند میشه و هر جایی که پاهاش میبرنش میره. یه شب که رفته سوپرمارکت میبینه که برای شیفت شب دارن نیرو استخدام میکنن. خودش میگه این بهترین موقعیت واسه گذراندن بیخوابی هاشه. تازه میتونه یه پولی هم به جیب بزنه. بلافاصله واسه کار درخواست میده و روز بعد با مدیر اونجا آقای جنکینز مصاحبه میکنه و در نهایت هم کارو میگیره. بن بالاخره بعد از یه مدت طولانی احساس خوشحالی میکنه. ته دلش میدونه که زندگیش قراره تغییر کنه. همونطور که بن داره به کار جدیدش عادت میکنه، متوجه میشه که هر کدوم از همکاراش روش‌های متفاوتی واسه گذراندن زمان دارن. صندوقدارشون شارون منحصر به فردترین روش رو داره. اون همیشه ساعت رو با چیزهای مختلف میپوشونه. اون معتقده که اگه به ساعتی نگاه کنی زمان برات دیر میگذره. یه پسر موزی به نام بری بیکمن هم اونجاست که اصلاً کارو جدی نمیگیره. اون همراه دوست کله شختن از خودش مت استیونز روی مشتری‌های زن شوخی‌های مسخره انجام میدن. مثلا توی کیفشون اسباب بازی‌های جنسی میندازن. بعضی از مشتریان وقتی اون اجناس رو میبینن خجالت زده میشن، اما بعضی‌ها هم خوششون میاد و میخرنش. تنها کسی که انگار گذر زمان براش مهم نیست، رئیسشون آقای جنکینزه. اون میتونه ساعتها راجع به اینکه چقدر پولدار و خفنه صحبت کنه، اما از بین همه کارمندای شیفت شب بن عجیب ترین روش رو واسه سپری کردن زمان داره. خودشو از زمان و واقعیت جدا میکنه. به عبارتی اون از قدرت‌های ماوراییش برای متوقف کردن زمان در اطرافش استفاده میکنه تا بتونه هر کاری که دلش میخواد بکنه. معمولا هر کی این قدرت رو داشته باشه کلی پول برمی‌داره و فرار میکنه یا کارها که عجیب و غریب میکنه. اما بن فقط میخواد مهارت‌های هنریش رو ارتقا بده و از اونجایی که علاقه زیادی به بدن خانم‌ها داره، هر بار یکی از مشتری‌ها رو انتخاب میکنه، آروم لباسش رو در میاره و نقاشیش میکشه.
بن به هیچ عنوان احساس شهوتی به اونها نداره، فقط میخواد شعله عشقش رو به هنر نقاشی روشن نگه داره. آره بن، ارواح امت. وقتی کارش تموم میشه لباساشون رو تنشون میکنه و قلنج انگشتاشون میشکنه تا زمان دوباره به حالت عادی برگرده. بن وقتی سر کار نیست معمولا با دوست صمیمی شان وقت میذاره. اونا از بچگی دوست بودن. شان نقطه مقابل بنه و تنها چیزی که میخواد زدن مخ دختر است. ولی بن بیچاره دنبال این چیزا نیست، فقط لختشون میکنه. شان هر شب توی کلاپ‌های مختلف شهر میگذرونه. یه شب موقع شیفت کاری بن صندوقدار مجموعه شارون رو توی رختکن میبینه. بن به شارون علاقه‌منده اما نمیتونه حرف دلشو بزنه. وقتی در حال صحبتن صندوقدار مهربون یه گاز از ساندویچ بن میزنه و یکم سس به صورتش میچسبه. اون سعی میکنه تمیزش کنه اما نمیتونه. بن بهش کمک میکنه و صورتش رو براش تمیز میکنه و یه موقعیت احساسی خجالت آور بینشون شکل میگیره. وقتی شارون داره میره سمت در، بن دلش میخواد اون لحظه رو متوقف کنه و یه هفته توش زندگی کنه. اما تا به خودش بیاد شارون دیگه رفته. کمی بعد وقتی بن سر کارشه، مت یهو جلوش ظاهر میشه و میگه امشب قراره با شارون برن سینما. این حرف بن رو ناراحت میکنه و با خودش میگه چرا من همیشه اینقدر بدشانسم. یاد دوران مدرسه‌اش میفته. وقتی واسه اولین بار عاشق شد. اون باهوشترین دختر کلاس بود و همه دوستش داشتن. تصادف میکنه و دستش میشکنه و مجبور میشه دستشو گچ بگیره. هر روز همکلاسی‌هاش روی دستش چیزهای امیدبخش مینوشتن تا حالش بهتر بشه. بنم دلش میخواست یه چیزی براش بنویسه اما هر بار انقدر استرس داشت که حتی نزدیکش هم نمیشد. متاسفانه صحنه‌نگاریش باعث شد فرصت‌ها رو از دست بده. چون چند روز بعد دختر گچ دستشو باز کرد. همه خوشحال بودن که دستش خوب شده، اما وقتی که دیدن رو دستش کلی مو در آورده، شروع به مسخره کردنش کردن. دختر گریه‌اش گرفت و اینجا بود که بن تصمیم گرفت وارد عمل بشه. بن بردش یه گوشه و دلداریش داد و بهش گفت هر چی هم بشه اون پیشش میمونه. خیلی زود اونا با هم دوستای خوبی شدن و در نهایت عاشق هم شدن. یه روز دختره یهو اومد پیش بن و ازش پرسید که میخواد اونو ببوسه یا نه. بن بدون تعلل گفت که آره، معلومه. قرار شد که آخر هفته توی پاتوق مورد علاقه‌شون همدیگر رو ببینن. آخر هفته میرسه و اون حتی زودتر از موعد میره سر قرار. بن کل روز منتظر میمونه اما دختره نمیاد و قلبشو میشکنه. روز بعد توی مدرسه معلوم میشه که اون دختر کلا با پدر و مادرش رفتن یه شهر دیگه و اینجا واسه اولین بار بن احساس ناامیدی میکنه. برمیگردیم به زمان حال. رئیس جنکینز به همه کارمنداش میگه قراره یه مسابقه فوتبال دوستانه برگزار کنه. بن و بقیه دوست ندارن برن ولی خب چاره دیگه هم ندارن. توی مسابقه تیم سوپرمارکت شکست بدی میخوره چون معلومه که هیچ کدومشون بلد نیستن درست بازی بکنن. تیم مقابل هم پشت سر هم گل میزنه و بازی 26 هیچ میشه. بن که خسته شده زمان رو متوقف میکنه و میره سمت رختکن تا استراحت کنه. یهو یه نفر خودشو از توقف زمان در میاره و فرار میکنه. معلوم میشه که بن تنها کسی نیست که این توانایی رو داره. کمی بعد دوباره برمیگرده بیرون و قلنج انگشتاشو میشکنه تا زمان به حالت عادی برگرده. توی اوج هیجان بازی مت چنان خرکی توپو شوت میکنه که میخوره تو صورت جنکینز. بقیه تیم هم میرن خونه و بن و شارون با هم تنها میشن. اون دوتا میرن به یه رستوران همون حوالی تا همدیگه رو بیشتر بشناسن. بن اونجا متوجه میشه که شارون در واقع سینگله. بعدش شروع میکنه از رویاها و آرزوهاشون گفتن. شارون میگه همیشه دلش میخواسته با یه نقاش آشنا بشه چون فکر میکنه که اونا میتونن زیبایی واقعی همه چیز رو ببینن. همونطور که در حال صحبتن کاملا معلومه که برای همدیگه جذابیت دارن. بن با شارون تا خونهشون قدم میزنه اما فرصت اولین بوسش رو با بوسیدن گونه شارون خراب میکنه در حالی که اون انتظار بوسه روی لباشو داشت. روز بعد جنکینز با صورت آشولاش میگه که میخواد واسه تولدش یه مهمونی بگیره. شارون از بن میپرسه که دوست داره با هم به مهمونی برن. بنم با خوشحالی قبول میکنه. کمی بعد جنکینز پسرها رو صدا میزنه بیان دفترش و به هر کدومشون واسه تولدش یه کاری میسپاره. بن مسئول جور کردن یه رقاص واسه مهمونی میشه با اینکه بن تو عمرش با یه رقاص حتی حرفم نزده ولی یه نفر رو سراغ داره که میتونه بهش کمک کنه. رفیق صمیمی شان بهش میگه که اگه بتونی کمکم کنی تو رو هم به مهمونی دعوت میکنه. اونا با هم میرن یه کلاب همون نزدیکی ها و شان با کمک تجربهش یه دختر رو برای مهمونی استخدام میکنه. روز بعد یه فرد ناشناس با بن تماس میگیره و بهش میگه که یه گالری نقاشی داره و میخواد چند تا از نقاشی‌های بن رو اونجا به نمایش بذاره.
بن واسه اولین بار تو عمرش میبینه که یه نفر واسه هنرش ارزش قائله. شب مهمونی بن آماده میشه و میره دنبال شارون. به محض اینکه میبینتش با خوشحالی بهش میگه که یه مؤسسه معروفه و میخواد نقاشیاشو به نمایش بذاره. شارون هم از صمیم قلب تبریک بهش میگه و میره از سمت مهمونی. وقتی میرسن مهمونی شروع شده. جنکینز هم دیجی شده. یهو بن متوجه میشه که دوست دختر سابقش سوزی هم بین مهمون است. کمی بعدم خانم رقاص سر میرسه و مهمونی رو گرمش میکنه. شان هم طبق معمول فوری باهاش ارتباط میگیره و بن میخواد بره دستشویی که دوباره توی راه سوزی رو میبینه. اون بدون معطلی میگه که میخواد دوباره با هم باشن. البته بن دیگه علاقه ای نداره چون عشق زندگیشو پیدا کرده. اما دختر دیوونه‌وار اصرار میکنه و حتی یهویی به زور بنو میبوسه. بن فوراً هولش میده عقب، اما وقتی برمیگرده میفهمه که شارون کل ماجرا رو دیده. بن سعی میکنه موضوع رو توضیح بده، اما صندوقدار تفلکی بدون شنیدن حرفاش میره بیرون. کمی بعدم بن میره در خونه شارون، سعی میکنه همه چیز رو واسش توضیح بده، اما خشم چشمای شارون رو کور کرده و وقتی شروع میکنه به فحش دادن، بن ناراحت میشه و میره به خاطر جدایی اون دوباره توی دنیای افسردگی و بیخوابی غرق میشه. تنها چیزی که بهش امید میده قرار ملاقاتش با صاحب گالری بود که باهاش تماس گرفته بود. بالاخره روز موعود فرا میرسه و بن با بهترین نقاشی‌هاش میره اونجا. همونطور که انتظار میره صاحب گالری میگه که اونا تماسی نگرفتن باهاش و بن میفهمه که سر کارش گذاشتن. ولی وقتی میخواست بره صاحب گالری چند تا از طرح‌هاشو میبینه و ازش میخواد که اگه میشه بهتر نگاش بکنه. در کمال تعجب خوشش میاد و به بن پیشنهاد میده که یه شب آثارش رو توی گالری به نمایش بذاره. چند روز بعد شارون یه دعوتنامه رسمی برای نمایشگاه بن دریافت میکنه و با اینکه از دستش عصبانیه بازم تصمیم میگیره که یه سر به گالری بزنه. وقتی شارون میرسه متوجه میشه که همه نقاشی ها از اونه. معلوم میشه که بن نقاشی زنای دیگر رو نمیکشیده و همه وقتش رو برای کشیدن شارون میذاشته. اون عشق زندگیش بوده و نمیتونسته به جز اون به زن دیگه ای نگاه کنه. در نهایت شارون و بن بالاخره همدیگر رو میبینن. بن سعی میکنه توضیح بده که اون شب چه اتفاقی افتاد، اما شارون میگه لازم نیست توضیح بدی. اون با دیدن نقاشی ها فهمیده که بن چقدر دوستش داره. این شد که دوتاشون هم به هم نزدیک میشن و یه بوسه رمانتیک بینشون رد و بدل میشه. اونم درست وسط گالری نقاشی. توی صحنه پایانی بن از قدرتش برای متوقف کردن زمان استفاده میکنه. این بار حتی شارون هم میتونه توی دنیای منجمد شده حرکت کنه. اون فیلم به پایان خوشش میرسه. ممنون که ویدیو رو تا آخر دیدید. امیدوارم که از داستان ما لذت برده باشید. متشکر میشم که ویدیو رو حتما لایک بکنین و کانال مستر سبز رو دنبال بکنید. این زنگوله رو هم بزنید که هر موقع ویدیوهای جدید گذاشتیم اولین نفری باشین که باخبر بشین.